سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال من. هر جایی که هستین خوشحال و موفق و سلامت باشین. خب دوستان عزیز، امروز خواستم کیک تیار کنم، گفتم با شما به اشتراک بمانم. نیم کیلو آرد دارم، 400 گرم شکر دارم، 2 لیوان روغن همراه کشمش و 4 مغز، شیر، یل، نمک، دارچین، پودر دارچین، 2 دانه تخم، 4 دانه کله، 1 دانه کلم بر سرش همراه بیکینگ پودر رو. خب دوستان عزیز، 2 پاکت بانی رو بیکینگ پودر داریم. خب دوستان عزیز، من کله رو خرد میکنم. خب دوستان عزیز، من وانیل اضافه میکنم، 2 دانه، همراه شیرم نصف لیوان قاطی میکنیم. خب دوستان عزیز، من اینا رو قاطی کردم، میمانم جدا. خب دوستان عزیز، 400 گرم شکر همراه 2 دانه تخم مرغ قاطی میکنیم همراه روغن. عزیز خودش رو قاطی میکنیم. خب دوستان عزیز، من آرد رو قاطی میکنم همراه یل و نمک و همراه بیکینگ پودر. دوستان عزیز، کشمش و 4 مغز رو قاطی میکنم. دوستان عزیز، تخم مرغ و شکر و روغن و قاطی آرد خود میکنیم. دوستان عزیز، شیر و کله و بانی رو قاطی آرد خود میکنیم. قاطی میکنیم. دوستان عزیز، من قاطی کردم و داخل قیب ماندم. دوستان عزیز، من کاغذ کوکیک ماندم و لبا رو میکنم از مواد خود.
عزیز من اینجا شکر دارم امرای کله. من کله رو نازک نازک حلقه کردم و داخل شکر میمانم، قاطی شکر میکنم و در سر کپکیک خود میمانم. از این شکل میمانیم در سرش. عزیز بسیار یک خوشمزه میشه. کله رو به زیر ویش در سر کپکیک خود بمانیم. خب دوستای عزیز آخرش هم ماندم. دوستای عزیز برای تزیینش میخوایی که از خلال بادام یا پسته یا کشمش هرچی که دوست داریم و میتونیم که اضافه کنیم. عزیز مداشو گرم کردم، برای 20 دقیقه میمانیم به درجه 150. دوستای عزیز اگه ما قالبای کاغذی ما تمام شد در کپکیک، ما میتونیم از این کاغذ هم استفاده کنیم برای کپکیک خود ما. به همین شکل میتونیم در مو قالبا بمانیم و مواد کیک اضافه کنیم. خب دوستای عزیز بعد 20 دقیقه کپکیک های ما تیار شد دیگه. انشالله که شما آماده کنین، بسیار خوشمزه و خوش‌طعم هستن. خب دوستای عزیز و خوب من، امیدوارم که از برنامه ما خوشتان آمده باشه. حتما لایک و سابسکرایب کنین، با دوستانتون هم به اشتراک بمانین دیگه. تا برنامه بعد، خدا حافظتان.